بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، آیا توجه کردید که در رسانه ها، در سیستم های آموزشی به ما خورد ما یه چیز میدن، توی فردگرایی، یعنی عبادت خود، چطور خودت رو رشد بدی، چطور خودت رو بسازی، چطور به جایی برسی، آقا شهرتت، آقا جایگاهت، آقا توی فرد. جامعه چی؟ کاری به جامعه نداشته باش، تو رو چه دیگران. همه این تلاش ها به خاطر چه هست؟ به خاطر اینی که این هیبت و قدرتی که تو در اجتماع داری، توی امت یک فردی از امت 2.5 میلیاردی هستی، چطور این امت رو اینها تسخیرش بکنن، تو رو برده خودت بکنن، خیرات و خوبی ها و همه معادن کشورها رو به تاراج ببرند این استعمارگران. تو رو در همین سیستم های سوشال میدیا و میدیا ببین چطور به فردگرایی تو را آوردن، به عبادت خود. الان شما میبینید حتی خانواده رو از بین دارن میبرن. قبل از اون قبیله و ملت و امت و همه رو تیکه تیکه کردن، ما رو کشوندن به طرف فردگرایی. پس برگردیم به اصلمون، برگردیم به دینمون که ما رو یک قدرت خارق‌العاده میکنه، قدرت امت 2.5 میلیاردی با جغرافیای واحد که هممون میتونیم یک قدرت بزرگی باشیم و از این خطاها و این مرزهایی که بر ما تحمیل شده و این قومگرایی ها و نمیدونم تیره‌بازی هایی که برای ما تحمیل شده، خودمون رو فراتر از اینها بکنیم، عقلمون رو بزرگ بکنیم تا یک قدرت خارق‌العاده بشیم و بتونیم عزت و کرامت خودمون رو به دست بیاریم. نه اینی که فقط من و منیت و فردگرایی و دنبال خواهشات و نیازهای خودمون که این سیستم های استعمارگری ما رو آوردن طوری کردن که فقیر بشیم، بیچاره بشیم، که هم غممون شکممون باشه و همینطور یک گوسفندان ذلیل و خوار و برده هایی که بتونن همه خیرات و سرمایه های ما رو به تاراج ببرند و ما همچنان برده باشیم در زیر سلطه اونها. پس بخیزیم به سوی آزادی، به سوی عزت و کرامت، به سوی ایمان به الله واحد و به سوی قدرت و توان و انگیزه‌ای که خداوند متعال در ما گذاشته در ستیز با ظلم و ظالمان و استبدادگران و چپاولگران.